سلام، تا حالا برات سوال شده چرا یکی روز و شب کار میکنه آخرش هم به زور خرج خونه رو میده، ولی یکی دیگه موقع خوابم پول در میاره و چند نسل بعدش هم تامینه؟ دلیلش اینه که ما همه توی یه بازی نیستیم. ثروت سطح داره و خیلی‌ها حتی نمیدونن تو کدوم سطحن. بعضیا میرن بالا، بعضیا سقوط میکنن و خیلی‌ها هم بین راه گیر میکنن. نسخه‌های مختلفی از سطوح ثروت هست، اما تو این ویدیو نسخه ساده، قابل لمس و واقعیش رو برات میگم، طوری که به درد هر کسی بخوره. ببین الان کجای راهی، چی جلوته و چی تو رو بالا میبره. سطح اول، زنده موندن. اینجا هر روز مثل جنگه. روزو با بدهی شروع میکنی، اجاره عقب افتاده، قبضا رو نمیتونی بدی، تو یخچال هم چیزی نمونده. خیلی این شرایط رو از خانواده هاشون به ارث بردن، چون دسترسی به آموزش درست نداشتن، مهارت کم بوده و در نتیجه شغل مناسبم سخت پیدا میشه. معمولا به کارهای کم درآمد، فصلی یا پاره وقت میرسن. حتی اگه خیلی کم خرجم زندگی کنن، بازم درآمدشون جواب نمیده. برای همین شروع میکنن قرض گرفتن از خانواده، دوستا، بعضی هم از نزولخوارا وام میگیرن که بهره وحشتناک داره. ولی وقتی پول کافی برای خرجای عادی نداری، چطور میخوای قرضا رو پس بدی؟ بعضیا تو این مرحله هنوز سواد مالی ندارن، بعضیا هم دارن اما درآمدشون انقدر کمه که هیچ عادتی نمیتونه معجزه کنه. این همون چیزیه که بهش میگن فقر سیستمی، ترکیبی از سیستم‌های ناکارآمد و ذهنیت محدود که باعث میشه آدم هر چقدر هم تلاش کنه سخت از این مرحله خارج شه. طبق آمار سازمان ملل تو سال 2024 بیش از 700 میلیون نفر با کمتر از $2.15 در روز زندگی میکنن. اگه کسایی رو حساب کنیم که یکم بیشتر در میارن ولی بازم از پس نیازهای اولیه مثل غذا، آب یا آموزش بر نمیان، عدد میشه 1.1 میلیارد نفر. چطور میشه از این سطح خارج شد؟ راستش این سخت ترین سطح، جواب ساده ای نداره، ولی برای بعضیا قدمای کوچیک مثل بودجه بندی ساده یا پس‌انداز خیلی کم توما کمک میکنه. مثلا داستان رونالد رید رو تو این ویدیو گفتم، پیشنهاد میکنم حتما ببینه چون یه پیام مهم داره. حتی تو پایین ترین سطح هم یه راه وجود داره. سطح دوم، دست و پا زدن. اینجا دیگه غرق نمیشی اما شنا هم بلد نیستی. خرجای ضروری تو میتونی بدی، اجاره، غذا، قبض‌ها، سر ما هم شاید یکم بمونه، ولی این آرامش زود میپره. با یکی دو تا حقوق عقب افتاده سریع برمیگردی به سطح اول. هنوز بدهی داری، وام و کارت اعتباری و قرض، حداقلا رو میدی اما هنوز نگران آینده‌ای. مجبوری خرجا رو حساب شده انجام بدی. چیزای غیر ضروری نمیخری، کافی شاپ نمیری. البته خیلی‌ها با وجود پول کم بازم میرن. به سرمایه‌گذاری فکر کردی ولی میترسی چون پولت کمه. تو این سطح پول همیشه یه گوشه ذهنت هست. از بیرون شاید بگی اوضاع بد نیست ولی خودت میدونی فاصلت با بحران خیلی کمه. سطح سوم، ثبات. اینجا بالاخره میتونی نفس بکشی. پولدار نیستی ولی تو خطر هم نیستی. اجاره، غذا و قبض‌ها بدون استرس پرداخت میشن و اگه یهو ماشینت وسط ما خراب شه تو رو نمیترسونه. یه قلک کوچیک درست کردی و کم کم داری سرمایه گذاری میکنی. زندگی هنوز ساده است اما یه سری لذت‌های کوچیک واردش میشه. مسافرت کوچیک، تفریح‌های ساده، خریدای مناسب، اما هنوز امن نیستی. اگر شغلتو از دست بدی پس اندازت شاید چند ماه جواب بده، بعدش برمیگردی سطح قبل. احتمالاً خیلیاتون تو سطح بعدی هستید، پس لایک کنید که بریم سطح بعدی. سطح چهارم، امنیت. اینجا دیگه فقط ثابت نیستی، محافظت شده هم هستی. اگر اتفاقی بیفته نمیری پایین، پس انداز زیادتر داری، بیمه داری، احتمالاً جای ثابتی برای زندگی داری، حتی اگر اجاره‌ای باشه. اگر شغلتو از دست بدی چند سال میتونی دوام بیاری. برنامه‌ریزی مالی رو یاد گرفتی، منظم سرمایه‌گذاری می‌کنی، آروم آروم درآمد غیر فعال میسازی، به آینده بچه‌هات فکر می‌کنی. اینجا هنوز آزاد نیستی اما دیگه آسیب پذیرم نیستی. سطح پنجم، استقلال. اینجا دیگه پول نگرانت نمی‌کنه. درآمد غیر فعالت مثل سهام، اجاره، دارایی‌ها، هزینه زندگی تو کامل پوشش میده. اگه بخوای میتونی کار کنی اما مجبور نیستی. اینجا خبری از تجملات دیوونه‌وار نیست اما دیگه لازم نیست قیمت‌ها رو چک کنی. تو این سطح دیگه برای پول کار نمی‌کنی، برای مدیریت پول کار می‌کنی. سطح ششم، آزادی. نسخه پیشرفته استقلاله. هر روز خودت طراحی می‌کنی. میتونی هر وقت خاصی سفر بری. کارت برای لذت انجام میشه نه پول. مشغلات میشن علاقه‌هات. دیگه موقع خرید نمیگی میتونم بخرم، میگی میخوام یا نمیخوام. اینجا پول از ذهنت حذف میشه. آرامش کامل. سطح هفتم، فراوانی. تبریک میگم. اینجا همون 1% بالای دنیاست یا حتی 0.01%. تو این سطح پول تبدیل میشه به قدرت.
چند تا بیزینس داری، زمین، ملک، املاک کشورهای مختلف، شاید حتی جت شخصی، راننده، آشپز، بادیگارد، باغبون. سلبریتی رو فقط فالو نمی‌کنی، بیرون دعوتش میکنی. حتی میتونی روی سیاست تاثیر بذاری یا بری سمت ساختن اسم و میراث. اینجا دیگه فقط دنبال زندگی نیستی، دنبال اثرگذاری هستی. سطح ثروت فقط درآمد نیست، اینکه چطوری پول رو مدیریت میکنی هم به همون اندازه مهمه. بعضیا زیاد در میارن ولی هیچی براشون نمیمونه، بعضی هم کم در میارن ولی آخرش بیشتر دارن. مهم اینه بدونی الان کجایی و قدم بعدی چیه. نیازی نیست به سطح 7 برسی، حتی کوچکترین حرکت رو به بالا کیفیت زندگی رو عوض میکنه. و در آخر اگر کسی بهت گفت نمیتونی، اون داره محدودیت خودش رو نشون میده، نه تو رو.